همه گفتن کاسه نمدش خرابه، ولی مشکل اینجاست که ایراد این ماشین از کاسه نمد نیست. پس با هم همراه بشیم ببینیم مشکل کار از کجاست. سلام و عرض ادب خدمت تمام عزیزان. مشتری از اون مراجعه کرده بود برای روغن ریزی. البته گفته چند بارم کاسه نمد سر میلنگ رو عوض کرده، ولی مشکل از کاسه نمد سر میلنگ نیست. کاسه نمد میل سوپاپ مشکل داره که اومدیم باز کنیم، دیدیم آقا کلا میل سوپاپ وله سر جای خودش. که گفت سرسلندم تازه باز کردن، که گفتیم آدم پایه رو نبستن، پایه نگهدارنده رو که اینجا قرار میگیره، که دیدیم نه اینم سر جای خودشه، که الان بازش کنیم ببینیم مشکل کار از کجاست. البته این دوست عزیزمون میگه آقا من کاتاف و اینا زیاد میزنم، ولی کار شاقی که میکنم توی حرکت ماشین رو خاموش میکنم، دوره روشن میکنم که بک بزنه. اینم از پایه نگهدارندش. تا حالا من ندیدم کسی اینو بشکونه. واقعا این استاده. اگه این ویدیو براتون مفید و آموزنده بود ما رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره و توی کامنت ها بنویسید مشکل ماشینتون چیه تا در ویدیوهای بعدی بهش بپردازیم. الان نگاه کنید بیشتر روغن ریزی هم از قسمت بالاست. اینم از تیکای شکستش که باید الان درش بیاریم. حالا اگه این تیکا رو بتونیم راحت در بیاریم که اذیتمون نکنه. اینم از تیکای شکستشه. حالا شانسی که آورده تیکا نرفته بره لای انگشتی یا میل فلوتی رو بزنه بشکونه. نگاه کنید میل سوپاپ دقیقا سر جای خودش کاملا لقه، که همینم باعث روغن ریزی می شده. 10 تا دیگه کاسه نمدم عوض می کرده، هیچ فایده ای براش نداشته. واقعا من اولین باره که دیدم این پایه نگهدارنده بشکنه. این پیچا هرز میشن، پیچای فلوتی آقا هرز میشه، شل میشه، همه کار میکنه، ولی این پایه رو من تا حالا ندیدم کسی بشکونه. واقعا به این راننده باید جایزه داد با این شاهکارش.